محمد جلال‌الدین بلخی یکی از آن چهره‌های سرشناس فرهنگ والای فارسی تاجیکی محسوب می‌یابد که طول 800 سال است مردم جهان را شیفته رفتار و گفتار آثار بی‌زوال خود نموده است. از آثار بی‌زوال جلال‌الدین بلخی مخصوصاً مثنوی معنوی در جهان نسخه‌های زیاد باقی مانده است و یکی از نسخه‌های قدیم‌ترین در دنیا این نسخه قونیه مثنوی معنوی می باشد که آن سال 647 هجری مطابق به سال 1278 میلادی از روی نسخه اصل، نسخه‌ای که در نزد سلطان ولد و خود مولانا پس از کتابت شدن قرائت شده است، نسخه برداری گردید. خوشبختانه در تاجیکستان، کشوری عزیز ما، در مرکزهای تحقیقاتی، کتابخانه‌ها و آثارخانه‌های جمهوری نسخه‌های زیادی مثنوی معنوی نگهداری می‌شوند. آثارخانه ملی تاجیکستان که خود زاده دوران استقلال است، در برابر جمع‌آوری دیگر آثار خطی، آثار بزرگان ملت به جمع‌آوری قلمه‌های مثنوی معنوی موفق گردید که در آثارخانه ملی بیش از 10 نسخه مثنوی معنوی تا این جانب نگهداری می شود و یکی از نسخه های نادرترین و یکی از نسخه های قدیمی ترین هم از جهت هنری و هم از جهت تاریخی نسخه هست در آثارخانه ملی که زیر رقم 13413 نگهداری می شود. این نسخه اساساً از جانب کاتب محمد علی در 4 ستون متن رساله کتابت شده است و در 2 ورق اول و 1 ورق آخری نسخه با استفاده از 38 رنگ طبیعی کاتب توانست از دیباچه نسخه را آرایش دهد. اساساً این نسخه دفتری سیوی مثنوی معنوی می باشد. مقاوش ضربی بوده از جانب محمد صاحب صحاف سال 1280 ساخته شده است و یکی از نکته های جالبی که در این نسخه قابل به یادآوری هست این است از جانب صحاف و یا خود کاتب در اطراف ترقیمه نسخه با یک سبک زیبا نقش‌های نباتی که امروز در یادگاری‌های تاریخی در روی چوب، در روی سنگ، در روی گاج وقتی که ما می‌بینیم نقش‌های نباتی که اصالتاً از دوره‌های قدیم از ملت تاجیک باقی مانده است، از جانب کاتب در اطراف ترقیمه نسخه این گونه نقش‌های نباتی با یک سبک زیبا با رنگ‌های گوناگون طبیعی و مثل رنگ زرد، رنگ بور و همچنین رنگی که رنگ طلایی زرندود شده است. موجودیت این گونه نقش‌ها در داخل نسخه مذکور ارزش هنریش را دوچند می‌کند و برای پژوهشگران، برای محققان جوان که سمت فعالیتشان، سمت تحقیقاتشان آموزش هنر کتاب‌آرایی ملت تاجیک است، یک دستور است بسیار بزرگ. این نسخه از 240 ورق عبارت بوده. متن اساسیش از ورق 1B شروع شده، در ورق آخر قسمت B به آخر می رسد. اساساً طبق نظریه دستخط‌شناسی ترقیمه نسخه ها پای نسخه دانسته می شود. چرا؟ به خاطری که در ترقیمه معلومات اساسی که کاتب در مدت 10 سال 20 سال یک نسخه را کتابت می کند، معلومات اساسی سنه کتابت، جای کتابت و همچنین نام و نسب کاتب قید می شود
و از همین خاطر است که نسخه شناسان ترقیمه را پای نسخه دانستند، یعنی اساس نسخه. کاتب در روند کتابت این نسخه بغیر از دیباچه‌ای که قبلا یادآوری شدیم که یعنی 38 نوعی رنگ طبیعی در آن استفاده شده است، در نوشتن نسخه زیاده از 5 نوع رنگ طبیعی را استفاده برده است. قابل به یادآوری است که هر رنگی که در وقت نوشتن، در روند نوشتن عوض می شود، این مسیر کتابت نسخه را درازتر می کند، دوره کتابت نسخه را درازتر می کند. مثلا متن اساسی در این نسخه با خط سیاهی مشکین است و در موضع هایی که عباره و کلمه هایی که کاتب با میل خود می خواهد با رنگ کبود بنویسد، آنجا را خالی می گذارد و متن را ادامه می دهد. و هر جایی را که بخواهد با رنگ سرخ بنویسد، آنجا را هم خالی می گذارد و سپس در روند دوم پس از انجام متن با خط سیاهی مشکین، کاتب از سر نو شروع می کند و جایهای خالی را در اساس نسخه‌ای که اساسی نسخه برداری قرار داده است، آن موضع ها را کتابت می کند که این البته زحمت دوچند را طلب می کند و واقعا باقی ماندن چنین هنرها در لابلای این گونه نسخه ها نشانه آن است که ملت نکونام تاجیک از زمانهای قدیم نه تنها در کتابخانه‌داری، نه تنها در ایجاد فنهای گوناگونی جمعیتی و علمی و علمهای دقیق، این چنین به ایجاد مکتب‌های جداگانه هنر کتاب‌آرایی موفق گردیدند و موجودیت چنین نقش‌ها، موجودیت چنین آثار بیانگر این گفته می‌باشد. متن اساسی این نسخه با بسمله شروع می شود و در ترقیمه با این بیت: دفتری چهارم اگر تو بنگری، تو بسر این حکایت پی بری. و در ادامه می نویسد که تمت جلد الثالث من مثنوی مولوی، به انجام رسید، به آخر رسید جلد سیوم مثنوی مولوی حضرت مولانا جلال الدین رومی قدس الله سره العزیز به نماز عصر یوم دوشنبه. یعنی این نسخه روز دوشنبه به آخر رسیده از کتابتش در ماه رجب سال 1243 هجری که آن مربوط است به عصر 18 میلادی و با این سطرها ترقیمه نسخه به انجام می رسد و معلوم می گردد که قسم بعدینه این نسخه ادامه یعنی دفتری چهارم مثنوی معنوی خواهد بود.